سلام دوستان، خوش اومدیم به قسمت جدید پادکست روانشناسی بالینی برای آزمون صلاحیت. امروز میخوایم یکی از فصلهای خیلی مهم DSM-5 رو بررسی کنیم: اختلالات مرتبط با تروما و استرسورها. این فصل تقریبا در هر آزمون صلاحیت روانشناسی و روانپزشکی میاد، مخصوصا سوالای تشخیصی و افتراقی. اگر دارین برای آزمون صلاحیت بالینی، کارشناسی ارشد یا دکترا آماده میشین، این قسمت رو حتما چند بار گوش کنین. توجه کنید، این پادکست با هدف کمک به مرور و جمع‌بندی مباحث آزمون نظام روانشناسی تهیه شده. مطالب ارائه شده خلاصه‌ای آموزشی و آزمون محور از مفاهیم منابع معتبر هستند و جایگزین مطالعه منابع اصلی، کتاب‌های مرجع، آیین‌نامه‌های حرفه‌ای، راهنمایی‌های بالینی، آموزش دانشگاهی یا سوپرویژن تخصصی نیستند. برای آمادگی کامل در آزمون و به ویژه برای فعالیت حرفه‌ای، مطالعه منابع اصلی و به روز و دریافت آموزش و نظارت تخصصی ضروریه. همچنین در مباحثی که قوانین، دستورالعمل‌ها یا ضوابط حرفه‌ای ممکنه در طول زمان تغییر بکنه، ملاک عمل همواره آخرین قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های رسمی مراجع ذی‌صلاحه. اختلال دلبستگی واکنشی. این اختلال در کودکان دیده میشه. علت اصلیش غفلت شدید یا محرومیت عاطفی در سالهای اولیه زندگیه. کودک نمیتونه دلبستگی امن با مراقب اصلیش برقرار بکنه. علائمش: واکنش عاطفی خیلی کم به مراقب، غمگینی مداوم، تحریک پذیری، عدم جستجوی آرامش وقتی ناراحته. درمانش: تمرکز روی بهبود رابطه کودک و مراقب، آموزش والدین و رواندرمانی دلبستگی. اختلال تعامل اجتماعی بی قید و بند. باز هم در کودکان به دنبال مراقبت ناکافی است. تفاوت کلیدیش، کودک با غریبا بیش از حد صمیمی میشه، مرزهای اجتماعی رو رعایت نمیکنه، بدون ترس با افراد ناشناس میره. درمانش: ایجاد محیط امن، مداخلات خانواده محور. اختلال استرس پس از سانحه PTSD مهمترین و پرتکرارترین اختلال این فصل تو آزمونه. معیارهای تشخیصی کلیدیش مواجهه با رویداد تروماتیک، مرگ، تهدید به مرگ، آسیب جدی، تجاوز واقعی یا تهدید. علائم حداقل بیش از 1 ماه ادامه داشته باشند. 4 خوش علائم داره: یادآوری مزاحم، فلشبک، کابوس، اجتناب از محرک‌های مرتبط با تروما، افکار منفی، احساس گناه، اختلال خواب، خشم ناگهانی، تحریک پذیری. درمان مبتنی بر شواهد: CBT متمرکز بر تروما، EMDR، مواجهه طولانی مدت یا دارو درمانی، SSRI مثل سرترالین. اختلال استرس حاد تفاوت خیلی مهم با PTSD داره. علائمش مشابه PTSDه، اما مدت زمانش از 3 روز تا کمتر از 1 ماه بعد از تروماه. اگر علائم بعد از 1 ماه ادامه پیدا بکنه، تشخیص به PTSD تغییر میکنه. درمانش CBT کوتاه مدت و مداخلات حمایتی فوری. اختلالات سازگاری. این یکی از پرتکرارترین تشخیص‌های بالینی در آزمون است. ویژگی کلیدیش نیازی به رویداد تروماتیک شدید نیست. هر استرسور قابل شناسایی: طلاق، مهاجرت، اخراج از کار، شکست تحصیلی، بیماری، مشکلات مالی و غیره کافیه. علائم بیش از حد انتظار و باعث اختلال عملکرد قابل توجه میشه. معمولاً ظرف 6 ماه بعد از پایان استرسور برطرف میشه، مگر اینکه استرسور مزمن باشه. انواعش: با خلق افسرده، با اضطراب، با اختلال رفتار، با ترکیبی از اضطراب و افسردگی، غیر مشخص. درمانش CBT، درمان حمایتی و حل مسئله. گاهی دارو درمانی کوتاه مدت هم هست. اگر این قسمت براتون مفید بود، پیشنهاد میکنم یه بار دیگه بهش گوش بدین و سعی کنین معیارهای تشخیصی حل اختلال رو بدون نگاه کردن به جزوه برای خودتون توضیح بدین. این یکی از موثرترین روش‌ها برای تثبیت مطالب توی حافظه بلند مدته. بریم سراغ تشخیص‌های افتراقی که خیلی سوال میشه. PTSD یا اختلال استرس حاد ASD. علائم از 3 روز تا کمتر از 1 ماه اگر باشه میشه اختلال استرس حاد. اگر علائم بیش از 1 ماه باشه میشه PTSD. حالا PTSD یا اختلال سازگاری.
در PTSD حتما باید یه رویداد تروماتیک مطابق معیار DSM-5 وجود داشته باشه. در اختلال سازگاری هر استرسور قابل شناسایی مثل طلاق، مهاجرت، مشکلات مالی یا شکست تحصیلی میتونه محرک باشه و نیازی به تروما نیست. اختلال دلبستگی واکنشی RAD یا اختلال تعامل اجتماعی بی‌قید و بند DSED. در RAD کودک از برقراری رابطه عاطفی و دریافت آرامش از مراقب اجتناب میکنه. یعنی توی اختلال دلبستگی واکنشی اجتناب میکنه کودک. اما در اختلال تعامل اجتماعی بی‌قید و بند کودک بیش از حد با غریبه ها صمیمی میشه و مرزهای اجتماعی رو رعایت نمیکنه. نکات طلایی که باید از این فصل به خاطر بسپاریم: PTSD فقط زمانی تشخیص داده میشه که علائم بیش از 1 ماه ادامه داشته باشه. اگر علائم از 3 روز تا کمتر از 1 ماه بعد از تروما باشه، تشخیص اختلال استرس حاد مطرح میشه. PTSD دارای 4 خوشه اصلی علائم: یادآوری مزاحم، اجتناب، تغییرات منفی در شناخت و خلق، برانگیختگی بیش از حد. در اختلالات سازگاری استرسور لزوماً تروماتیک نیست و علائم معمولاً پس از برطرف شدن استرسور طی 6 ماه بهبود پیدا می‌کنند. در نتیجه غفلت DSED و RAD هر دو اختلال یا مراقبت ناکافی در سالهای اولیه زندگی ایجاد میشه، اما الگوی رفتاری اونا کاملا متفاوته. بریم سراغ مطالعه موردی. اگر فرد بعد از تصادف 2 هفته کابوس و اجتناب داره، تشخیصتون چیه؟ اختلال استرس حاد. حالا اگر همون علائم 2 ماه ادامه داشته باشه چی؟ بله، PTSD. اگر بعد از طلاق دچار افسردگی و افت عملکرد شده ولی حادثه تروماتیک وجود نداشته باشه، دقیقاً اختلال سازگاری. اگر کودک به علت غفلت والدین با مراقب دلبستگی برقرار نکنه چی؟ اختلال دلبستگی واکنشی. اگر کودک با هر غریبه‌ای بدون ترس صمیمی بشه، دقیقاً اختلال تعامل اجتماعی بی‌قید و بند. اگر این قسمت براتون مفید بود، پیشنهاد میکنم یه بار دیگه بهش گوش بدین و بعد سعی بکنین معیارهای تشخیصی هر اختلال رو بدون نگاه کردن به جزوه برای خودتون توضیح بدین. این کار یکی از موثرترین روش‌ها برای تثبیت مطالب در حافظه بلند مدته. در قسمت بعدی سراغ یکی دیگه از فصل‌های مهم و پرتکرار DSM-5 میریم و نکات کلیدی اون رو با هم بررسی میکنیم. یادتون نره در آزمون صلاحیت حفظ کردن کافی نیست. باید یاد بگیریم مثل یه روانشناس فکر کنیم. تا قسمت بعد موفق و سلامت باشین. خدا نگهدار.